حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین برای امت است. 11 ماه غرق بودی در گناه، فرصت است 1 ماه که برگردی به راه. به نام عزت پاک و عرض سلام و ادب و احترام. بنده رمضانی مباش، یعنی طاعت و عبادت خود را فقط در رمضان انجام مده. بنده الله باش. رمضان یکی از ماه‌های الله است که می آید و می رود، ولی بدان که الله همیشه با ماست. پس در تمام عمر تا آخر عمر خود عبادت های خود را انجام بده. بله برادر و خواهر ایمانیم، یکی از خطاگی بعضی از مسلمانان این است که تنها در ماه شریف رمضان به طاعت و عبادت مشغول می شوند و چون ماه رمضان رفت آنها طاعت و عبادت خود را یک سو می گذارند و به حیات پیشی خود باز می گردند که این از نگاه شریعت اسلام خطا می باشد، چون ما بنده خداوند در تمام ماه، در تمام سال، در تمام عمر هستیم، نه تنها در رمضان. پس بیایید این خطاگی خود را اصلاح بکنید. پس بیایید به سوی الله باز بگردید و در تمام ماه‌ها، در تمام سال تا آخر عمر خود بنده الله باشید، چون روزه داشتن این یکی از فرمانهای الله است و نماز خواندن و دیگر عملهای فرضی را در غیر رمضان انجام دادن هم فرضهای پروردگار می باشد. پس بیایید فرمان الله را در تمام عمر خود انجام بدهید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. أهلا بك رمضان، نرقى بك رمضان، عدت لنا